بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت اول پادکست آنتی نفوذ. سید مهدی هاشمی که بود؟ یکی از روحانیون پیاده شده از قطار انقلاب سید مهدی هاشمی بود. او سرنوشت عجیبی پس از پیروزی انقلاب پیدا کرد و در نهایت بر اثر اقدامات وحشتناکش به اعدام محکوم شد. سید مهدی هاشمی پس از دوران ابتدایی وارد حوزه علمیه اصفهان شد. او در سال 1342 و با آغاز قیام امام خمینی رحمت الله علیه به علت ضعف در مسائل دینی و اعتقادی به طلابی که در سیاست تندروی می‌کردند ملحق گردید. مهدی هاشمی در سال 1346 به اتهام تکثیر و پخش اعلامیه توسط ساواک دستگیر و پس از سپردن تعهد از زندان آزاد گردید و به خدمت سربازی در منطقه جهرم اعزام شد. در این دوره ساواک وی را از طریق اداره ضد اطلاعات ارتش به همکاری دعوت کرد و او سمت دادرسی را در آن مرکز به عهده گرفت. مهدی هاشمی در جشن سردوشی در دوره سربازی به نمایندگی از سربازان از شاه و انقلاب سفید وی تعریف و تمجید کرد. هاشمی که از افکار گروه‌های مبارز چریکی عمدتاً به تفکر چپ تأثیرپذیری خاصی داشت، پس از پایان دوره سربازی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را در شهر خود قهدیرجان اصفهان متمرکز ساخت. هنگام بازگشت هاشمی به قهدیرجان او لباس روحانیت را از تن درآورد و با استفاده از نیروهای خود در مراکز فرهنگی، اداری و پایگاه‌های مردمی قهدیرجان اصفهان رعب و وحشت به وجود آورد.